بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران ارجمند، نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان از حوزه یگانه عمومی جمهوری، نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان از حوزه های یک مندته، نامزدها به وکیلی مجلس های محلی از نام حزب پیشبری شده و مهمانان و دوستان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. با عرض تشکر از اینکه شما فضای سرد از راههای دور دوری هم آمدید تا طوری که رئیس محترم برادر محیدین کبیری فرمودند، ما مرحله اولی پیشبری نامزدها به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی را جنببست نموده با مرحله نوبتی یعنی تبلیغات حزب، نامزدهای حزب در سراسر جمهوری شروع کنیم. امروز هم دوری هم آمدیم تا اقدام های بعدی را در یک جایگی با مشورت با مصلحت با یکدیگر بگیریم، تصمیم آنها را و موافق فعالیت هایی که تا به امروز از طرف ستاد مرکزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سراسر کشور و در مرکز انجام داده شد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صرف نظر از فشارهای روزافزونی که طی 3 سال اخیر بالای این حزب بود، توانست در 21 حوزه یک مندته مجلس نمایندگان نامزد پیشبری کند و همچنان در انجمن 11 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 27 نفر وکیل نامزد به وکیلی به حوزه یگانه عمومی جمهوری پیشبری شد و این 27 نفر وکیل نامزد به وکیلی از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی ثبت نام گشت. موافق گزارش های رسیده از محل ها برای مجلس های ولایتی و شهری در مجموع 146 نفر، برای مجلس های ناحیوی 681 نفر و پیشبری نامزدها به شورای جماعت ها الان دوام دارد. اگر با آمار رجوع کنیم، در ولایت سوخت به حوزه های یک مندته 5 نفر، با مجلس های شهری و ولایتی 32 نفر و با مجلس های ناحیوی 116 نفر نامزد از طرف بخش های حزب پیشبری شدند. در ولایت ختلان 4 نفر به مجلس نمایندگان، 22 نفر به ولایت و شهرها و 112 نفر به مجلس های ناحیوی. در نواحی تابع مرکز 5 نفر به مجلس نمایندگان و 188 نفر به مجلس های محلی. در منطقه کولاب 3 نفر به مجلس نمایندگان، 23 نفر به ولایتی و 160 نفر به مجلس های محلی. شهر دوشنبه 4 نفر به مجلس نمایندگان، 63 نفر به مجلس شهری و 75 نفر به مجلس های ناحیوی. و ولایت مختار کوهستان بدخشان 6 نفر به مجلس ولایتی و 30 نفر اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به حوزه های محلی ناحیوی پیشبری شدند. برادران و خواهران ارجمند، ما راه خیلی مشکل را بعد از انتخابات سال 2010 طی نمودیم و بر اثر این فشارها، طوری که استاد زنده یاد سید عبدالله نوری می فرمودند، اگر ما شکسته باشیم نریختیم، ولی ما حزب نهضت نه شکسته ایم نه ریخته ایم. و هر قدری که بالای ما و شما فشار و تعقیب و تحقیر و توهین و تهمت هایی نزدند،
باز ما همان قدر استوارتر، قویتر و در عزم راسختر باقی مانده ایم. ما هیچگاه شکست نخواهیم خورد. ما در هر دو صورت پیروز هستیم. درست است که امروز حتی در روند معرکه انتخاباتی قلمفرسایانی که در گذشته جانبداری از فرانت خلقی میکردند و عالمان فالبین و آینده‌نگر جمهوری علیه حزب نهضت تهمتنامه ها می نویسند و می خواهند که آبرو و حیثیتی که حزب نهضت دارد با آبرو و حیثیت حکومت و حزب خلق دموکراتی برابر سازند، ولی این کار از دستشان تا به امروز نآمده و در آینده نخواهد آمد. امروزها در سراسر کشور مقامات حاکمیت مرکزی و محلی، مقامات انتظامی کشور بالای نامزدهای ما دارند فشار میارند، ولی این از باب شکایت نیست. ولی برادران و خواهران ما تا آن حد استوارند که در برابر این قدر فشار باز هم آهسته آهسته با صبر و تحمل دارند پیش می روند. امروز می خواهند از حزب نهضت یک حزب پرخاشگر، ستیزجو، تندرو و افراطی را به نمایش گذارند، ولی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک چنین نیست. ما همگان یاد داریم که فتنه انگیزی از کی شروع شد. من صراحتاً میگویم که فتنه انگیزی از ملاقات رئیس جمهور با علما و پارت اکتیو حزب خلق دموکراتی شروع شد. ما طی این سالهای اخیر که اینقدر فشار بالای ما آمد، ما پرخاشگری نکردیم، ستیزجویی نکردیم و تنها در چهارچوب قانونهای موجوده و سرقانون کشور با آداب و اخلاص اسلامی فعالیت داشتیم و انشاءالله در آینده خواهیم داشت. امروز اگر حزب خلق دموکراتی و نماینده های آن در سطح محل میخواهند که ما را همچون یک جنایتکار به نمایش گذارند، پس رجوع کنند به گزارش فتاح غایب که روز 30 انور در ملاقاتش با روزنامه‌نگاران اعلام داشت که سال 2014 1471 نفر جنایت کروپسیونی صادر کردند و این همه اعضای حزب خلق دموکرات یا کارمندان مقامات انتظامی کشورند، نه اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. به یادم میآید که هنوز سال 2000 دولت علی دولتوف معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در یک صحبتش در آزیاپولوس اظهار داشته بود که ما از حزب خلق دموکراتی حدود 20,000 نفر را رانده ایم و آنها بر علت جنایت صادر کردن رانده شدن از این حزب. و ببینید هر سال 1500 نفر از این حزب رانده می شوند، ولی از حزب نهضت اگرچه کدام جنایتی گوش ناشنیده انجام شده باشد و یا با تهمت عضو حزب اگر بازداشت شده باشد، آن را اینقدر تبلیغ میکنند که به اندازه زیاد، ولی بیخبر از این که کارهایی که رسانه های دولتی ما انجام دادند، عالمان آینده نگر و فالبین ما انجام دادند، بر ضرر این ملت و این دولت و این کشور انجام شد. ببینید فیلمنامه های تحقیرآمیز، بهتان‌آمیز، تهمتنامه‌ای که علیه حزب نهضت پهن کردند، ولی آنها خادمان مقامات انتظامی بودند، نه تنها در جمهوری بلکه در خارج از جمهوری در ازبکستان و روسیه به نشر گذاشته شدند که امروز
دیگران با تمسخر به ملت تاجیک میگویند که فرزندان مردان این ملت در بیرون از کشور مهاجرت میکنند ولی زنهایشان در داخل به فلان کارها مشغولند. بنابراین میتوان زیاد صحبت کرد ولی ما شکایت نخواهیم کرد، نه از خود نه از دیگران. ما با راهی که انتخاب کرده ایم، با تصمیمی که در انتخابات گرفته ایم، با صبر و تحملی که ما و شما نهضتی ها داریم، انشاءالله این روند را نیز پس سر خواهیم کرد. ولی امروز ما و شما باید تصمیم بگیریم. جنبست مرحله اول فشارهایی که بود، امروز باید همه رئیسان ستادها، مسئولینی که در سطح محل فعالیت داشتند و از برادران و خواهرانی که مورد فشار قرار گرفتند عریضه و بیاناتشون را به ستاد مرکزی سپارند. بعداً اگر در روند چاره‌بینی های تبلیغاتی انتخاباتی هم مسئولین سطح محل و مرکز حزب خلق دموکراتی به گفته های رئیس جمهور امام علی رحمان خیانت کنند، باز هم باید ما به ریاست عالی و شورای سیاسی وکالت بدهیم که روند را بحث و بررسی کنند و تصمیم را در رابطه به انتخابات بگیرند. و من همچون یکی از اعضای این حزب پیشنهاد میکردم که در این جمع آمده وسیع، در این جلسه وسیع که دور هم آمده ایم، باید ما مراجعت به عنوانی رئیس جمهور از باب خیانت وابستگانش در روند انتخابات برای جامعه جهانی مراجعت قبول کنیم و این وکالت به شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبریت حزب نهضت واگذار کرده شود. و بعداً ببینیم که در روند تبلیغات در روز انتخابات باز هم آنهایی که در گذشته بر رأی مردم تاجیک خیانت کرده بودند باز هم دست به خیانت و تقلب و تخلف میزنند. باز اینجا باید تصمیم بگیریم که روز اعلان نتیجه انتخابات ما باید در این تالار و در هر ولایت و هر ناحیه دور هم آییم، نتیجه انتخابات را بررسی کنیم، تصمیم بگیریم و اقدام کنیم. و اقدام ما و شما باید در چهارچوب سرقانون کشور، قانونهای جاری کشور باید گرفته شود. برای همه شما بردباری میخواهم. توفیق و کامگاری از درگاه خداوند منان آرزو دارم که روند بعدی، مرحله بعدی تبلیغات و روز انتخابات را با صبر و تحمل سپری نماییم. به حکومت داران، با آنهایی که امروز در خدمت حزب حاکم این حکومتان گفتنیم، ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. اگر حزب‌های دیگر به خصوص حکومت و حزب حاکم میخواهند که نقش و آبرو و حیثیت حزب نهضت را کم رنگ نشان دادنی شوند، پس روی به مردم تاجیک بیارند. مردم را با جای کار، نفقه، معاش خوب، گرمی، زندگی، حقوقهایشان را بدهند. آنگاه مردم از آنها جانبداری خواهد کرد و با آنها رأی خواهد داد. در غیر صورت خیانتی که طی بیش از 20 سال حکومت داران ما و حزب حاکم در راستای تقلب انتخابات ها کرده است نابخشیدنی است و این ملت نخواهد بخشید. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. تشکر.